آره خب داشتیم میچرخیدیم بخندیم کیف کنیم، دیدیم یه جی کلاس مشکی خوشگل مامان خب وایستاده بود. بعد گفتم خب بچه مایی هست دیگه بذار تیغش بزنیم. اومدیم چی کرد؟ خودشو تیغ بزنیم، آره. دیدیم حاجی ماشینش پره، 200 تا پک بود دیگه. یه لحظه آقا کار کیان، اداریش انجام شد. شما پلاک اون ماشین رو یادتونه؟ ماشینه رو دارم هنوز، فکر کنم که آره پلاکش موز ماز بود. بود، موز بود، یه همچین چیزی بود. جدی؟ آره. آره. یه لحظه مثل این که شما متوجه نیستی عزیزم. چرا؟ از خودم زدی به خودم میخوای What the بفروشی؟ fuck؟ نه آره بابا از شما نزدیم آجی، چی میگی؟ یه بحثی شما مطمئنی؟ مثل که این خب. شیشه هایی که میزنی و یه ذرش هم میکشی ها مشتی. دارم میگم یارو رو خالیش کرده ماشینشو بردیم، میگی اما داری مشتی میزنی. میگم جی کلاس به اون پلاک مال ماست، امیر جان دزدیده شده از عزیزم، ما. یه خب بحثی بذار دزدیده بشینیم راحت باشیم یه شده بذار که اون اه، مسئله رو برگردیم سر همون آقای قسمت شاهرخ، اول که ما تولید کننده بودیم. ما تولید آقای کننده ایم. شاهرخ عزیزم، بله عزیزم. بدبخت شدیم. هستی؟